از حضرت مولوی یک قصه براتو بکنم که عادت کرده ای دیگه. بعضی برادرها ختم و دعوا میکنن که امروز چرا مولوی خونده نشد و برای زکخر شدگیان گسترانوم شدگیان علاکه هم لذت چیزی را چشیدی دیگر دویم در طلبش میشوی. حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف. سلام دوستان، من با شما رید گینسین оригинал رو توصیه میدیم که گارانتیش قدی شما میتوانید از 8 تا 10 کیلوگرم وزن گیرید. برادرایی که لاغر هستید میخواهید که وزن گیرید، رید گینسین بهترین راه حل است. نگفته نماند که کورس ریشینی رید گینسین 2 پچکه میباشد. برای رید گینسین оригинал رو دسترس نمودن و واتساپ ما نویسید. برادرایی که واتساپ ما رو ندارید، در کامنتاریا در اومده خودی حاضر نویسید واتساپ و ما در لینک شما نمرهای واتساپ رو روان میکنیم. قصه میکنه در مثنوی شریف. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کیستان مار بسیار میشوه. یک روز برای شکاری مار کیستان میروه. مار زهرش میفروشن، پوستش میفروشن، بعضا خیچ از این دم میفروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید موری به حد کلان، همین قدر کلان بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید. به همین درجه بدوایی ما بسیار با حیبت. مور خودش چیزی با حیبت های. شاید یکون اناکوندا دید است توخی. او همه مرده گمان بردش ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ چیده بود است. این مور رو حیوانهای خزنده میدونه یک کرخت میشون اگر خنک شوه. کرخ شده یک خنکی را ای خیالی کرده است مرده است. خشونو نگهش نمیکنه گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گرفت در یک خلطه کلان بارش کرده، در عربه بستش کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا اکا. مردم در حیرت میمونن. جمع آمد 100,000 ژاژخا، حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدم بکرخوجه بسیار ای اوازه شد. یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن. میگن مارگیر اژدها آورده است، بالعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مارگیر اژدها ری بسیار بدوای ما آورده است، خوب ببینیمش چه خیلی. اژدها که زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بلاش لطفته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتم ای مردم پول جمع کنم گفته اکم. آفتابی گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاطی سرد. آفتاب که تافتش آفتابی بغداد آسته کرختش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکرد آخی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق در هزیمت بس خلایق کشته شد. از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فیغان شد. این خونه سوخته زنده به دست گفته. مردم همدیگر را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگرها لغت کردن. اگر هم یک فتنه شوه تو میدونه که چیکار میشوه. دیگه سری راه مردم گرفتن نمیشوه. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت، ایچی بلا بت آوردی، ایچی کاری بت کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را، سهل باشد خانخواری حجاج را.
در پیش 6 تا دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطید اما مورگیر بود. این چند ماه طعام نخورد است اخی در حالت کرختی. همین اول امیرا گرفت کرد کرد. موروی کلون در میکشن کو. خیش را بر استون پیچیده بست، استخوان خورده را در هم شکست. بعد به عادت مورو خچ در یک ستنی غوث پیچون امی یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم مور هم خورد و میده شد. ببینی یک فتنه اكو مور بسیار نمیخره، همه یک آدم خورد سیر میکنه یک هفته دیگه شاید بگرده، اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد. هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای به معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز از فتنه احتیاط کنید، از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس همه ما هم که آدم مشیر خام خورده ایم دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه، باور نکنه. دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، علمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیزی میخواهی بخری، چی نوعی میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم مخصوصا جوانان بسیار احتیاطکار باشه، در همین جاده بسیار احتیاطکار باشه که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمانان انجام میتن نیست، نبود، مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیان که همین در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را در پیش مسلمانان بتر کنه؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنه برادر عزیز، پیش از او که به کار میروی مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشه که انمو مثل انمو مور برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه‌هایش گران کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید 30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تین نمیشوند. حال زار عراق ببینید در طرز حراس باشه که بازار میرم که یکی یگون کس خچه بکفونه. از برای خدا همین اسلام است؟ مسلمان نخو خچه بیاره در پیش مسلمان ها بکفونه؟ کجای اسلام است؟ مرکزی اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته، در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایران نداریم. اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است. کشتن مرد مسلمان اگر تو میدونی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است. خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است.
ما حق نداریم این کارا کنیم از برای خدا. تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما اون شما را فند فریب میکنن، در میان ما نمیدونم بمب و گرانت هم میبندن، میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دامنگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد. برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتابای فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان، مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند، مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردم همو قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارن که اهل او قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمان اسیر نباشه. این شما میفهمه که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است، در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصایی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبادا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده، زود صد راه شوه، زود این راه منع کنه که خدای نکرده مثل همو کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحب هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب و دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبامون جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار حقیقت از باطل برامون آشکار ساز، نگذار که فند فریب دشمنان اسلام اخریم و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. اگه باقی مانده قصه مون میگیم، حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش در هاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکن که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همون امکانیت نداشتن، مثل که مار کرخت میشود، کرخ شدگی است. کرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشود، انا بس شروع میکنه کورا. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقت فقیرشون رمزخوان بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟ جبر و ظلم دولای مردم را میبینن. زیاد دیدیم. ببینه